مسئله در کینوها یعنی که نقش بازیدن این مسئله اختلافی هست. اگر فیلم مثلا شما با کاری گناه اجرا میکنید یا کاری گناه اجرا میکنید مثلا ممکن نیست به خاطر فیلمی به خاطر گناه نه این هم نقش بازی کرده هم نه. یا مثلا در بعضی آدم ها من حاضر سریال های ترکی بعضی مسلمان ها در نقشی کافرها بازی میکنند، صلیب میپوشد، خودش نصرانی میگیرد حالا که مسلمان است، ممکن نه. یا به غیر الله تعالی سجده میکند در کینو فقط برای نقش شده، ممکن نیست. یعنی گناه، شرک، کفر، دروغ با یا شوخی به هم کرده نمیشه. از این کارا پرهیز کردن تون در کار. خب در همین هنرمندی شما گفتید که اختلاف هست در کار هنرمندی. در نقشی مثلا کافر بازی نکن گفتید، یا اینکه نقشایی که ضد اسلام است گفتید که اونا استفاده نکن. یعنی که این کس باید که شرط های خودشون به همون جایی که کار میکنن در اونجا مانند یا نه؟ که من همین کارو مانند، لیکن به هر حال با دیگر گناهایی که دیگرها میکنند شریکی هسته. سلامت ماندن دشوار است در این کار. از گناه سلامت ماندن خیلی کینو بافته نمیشد که فقط کاری خیر باشد در رش، چون که به این معنا نمیتید دیگه. دنیا خودش از خیر و شر عبارت است. دور بودن دیگر کارهایی که از دستتان می آید به همین کسبتان متعلق ولی حلالش اما های کنید.